سلام بچه ها، باز اومدیم با یه بازی ترسناک روبلاکس با همون دوستم که خودتون میفهمین دیگه چه بازی هست دیگه در ادامه. حالا بیا داخل. باش. حاجی خیلی ترسناکه حاجی اصلا. خب اومدیم. خفه شو. همینه؟ آره همین چیز 2 نفره. آقا حتی عکسش هم ترسناکه. سر اولی نگران نباش. یه دقیقه وایسا، لود نشده هیچی برای من. هیچی برام لود نیست. اصلا واسه من به باورت میشه الان ارور میده. 5 دقیقه وایسا تا لود بشه، هیچی نگو. خدایا جانو که هر کی دوست داری. حاجی خیلی میترسم الان. من نمیتونم تکون بخورم. دستتو نزن رو این چیز مربعیه، بزن یه بر دیگه تا تکون بخوری. یه چیز دیگه اومده، این علامت وای فای چیزه. ها وای فای مونده، نتت ضعیفه. اومده. خب حاجی من میزنم رو تماس تلفن تا چیز کنیم. خب الان داره بهمون میگه که خوش اومدید به اولین شبتون. خب میگه الان به مشتری ها چیز بدین، کلیدای طبقات رو بدین. دارم برا بچه ها توضیح میدم. باش. کلیدش اتاق 1 رو بده بهش. بیا. خوبه. خدافظ. Breaking news اخبار میگه که یک دزد از زندان فرار کرده. حاجی ببین از زمان بهش بده 2 رو بده بهش. باید اینجا به همه پول چیز بدیم. باید بهش بدیم، نمیتونیم ریپورت کنیم فعلا، هنوز نمیشه. حتی اگه درخواست کمکم بکنی نمیتونه درخواست برقرار کنه. یه بار دادیم تو بازی، یادته؟ آره. کجا میری؟ بیا کلیدا رو میده. کلید 3 رو میخواد. چرا؟ 3 رو بهش بده. بذار منم یه کاری بکنم اینقدر خشک و خالی نباشه. دور بعدی تو انجام بده. الان کلیدو من بده. این دزده. میگه اتاق شماره 4 رو بده ولی ما نداریم، پس 3 رو میدم بهش. 3 رو برو کنار تو بده. باشه. خب این خیلی ترسناکه. پشت این تفنگه. نه بازش نکن. میگم نمیشه و خودش مگه بهت نمیگم انقدر چیز نکن، انگار واکنشمون طبیعیه. باشه چشم. بد شد. برو وای فای رو بس کن. نه خودم میرم، بیا دنبالم. وای فای رو بس کجاست؟ اصلا بیا ابوالفضل من گیر بیا اینور، من کلید بهش بدم. اومدی جلو. خب من میخوام ضبط کنم. نرو بیرون. باشه. نرو بیرون. نمیشه. میزنم میمیری یا. باش. و اذیت نکن. خب بذار ببینیم الان چی میشه. یا پیغمبر صدا چی بود؟ لوله قطع شد. لوله کجاست؟ باید بریم بیرون. باش. بیا دنبالم. وایسا. بیا دنبالم. وایسا. چیکار میکنی خب؟ تنهایی من نمیتونم برم. بیا. وایسا الان میام. اومدم. کجایی خب؟ بیا الان لوله بریم. درست کردی؟
ها بریم تو. بیا بده اتاقو بهش بده. چند نفر حاجی اتاق 3 رو برداشتن؟ 3 نفر. آقا شب دومه ها، تو داشتی صحبت میکردی. حیف ضبطش نکردم. آره. آخه خب الان باید به چیزا، به گلدونا آب بدیم. بیا بردار سطل آبو. وایسا الان این برم. قسمت الان ملایم ترین قسمت بازیه، چون که بعدش قرار وحشتناک بشه. دیگه کجا بود؟ آقا ما که اصلا نمیدونیم بعدش چی میشه. واقعا من نمیدونم. تو میدونی؟ نه. Can I stay in room 2? من گیر کردم. اتاق شماره 2. خب این دفعه حالا چه اتفاقی میفته خدا میدونه. شاید هم بریم بیرون. آها باید جارو بکشیم. بردار. نمیشه. الان شد. به همینطور دارن آشغال میری. هیچی لود نشده برای من دارم زمین خالی رو گردگیری میکنم. مگه نمیبینی؟ ماشاءالله. اصلا معلوم نیست کجا دارم گردگیری میکنم. اصلا هیچی لود نیست. این که بده، برای من لوده. اولی ما که همیشه میایم تو بازی لود نیست. I am in the parking lot. I need help unloading هادی my luggage. وای پارکینگ. چی میگه؟ پارکینگ. آقا تو برو، من دیگه نمیام چون تو داری زرت میکنی. نه من نمیام. من نمیرم. میخوای فیلم بگیرم؟ فیلم بگیر. ها فیلم بگیر. بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرما. خدایا به امید تو. آقا من میترسم. منم. آقا سریع برمیگردیم. ببین تا چیز شد سریع. ندارم من ضبط میکنم. برو تو. بیا. دارم میام پشتت. برو. آقا یه چیزی همش از توش در میاد. خدایا نمیتونه. نمیشه. آی میترسم. یا پیغمبر یا چشامو دارم نگاه من چشام میبندم میرم. وای کجایی؟ خازه‌ای برگرد تو. خازه‌ای بدو. نمیتونم. چرا نمیتونی؟ من الان دارم زنگ میزنم برای کمک. آقا منم انداختم بازی بیرون. خدایا به امید تو. آقا من میترسم. خدایا منم. ببین تا چیز شد سریع. ندارم من ضبط میکنم. برو تو. ببین تا چیز شد سریع برگرد تو. بیا. برو. دارم میام پشتت. برو. آقا یه چیزی همش از توش در میاد. خدایا نمیتونه. نمیشه. آی میترسم. یا پیغمبر. چشامو دارم نگاه من چشام میبندم میرم. آقا من انداخت از بازی بیرون.